از همینجا شروع میکنم، جایی که قدم ها وارد غاب میشن و سکوت اولین چیزیه که شنیده میشه. هر شروعی ساده است، اما هیچ شروعی بی هدف نیست. اگه دنبال رشد واقعی، دنبال کنترل، دنبال قدرتی که از سکوت به وجود میاد، این مسیر تو هم هست. این فقط شروعه و تازه داریم بلند میشیم. وسط هر مسیر یه لحظه‌ای هست که باید بایستی، نه برای نفس کم آوردن، برای اینکه بفهمی چقدر جلومه. قدرت همین لحظه هست، جایی که تصمیم میگیری ادامه بدی. تو دنیای من سرعت مهمه، اما کنترل مهمتره. هر ضربه‌ای که میبینی، هر جابجایی پا و هر تکنیکی که انجام میدن مثل یک جمله است. بدن اگر درست حرکت کنه، ذهن هم درست فکر میکنه. برای همین موبیلیتی و حرکات اصلاحی جزئی از سفر من، نه حاشیه‌اش. وقتی جلوی دوربین میایستم، نه برای دیده شدن، برای ثبت کردن مسیرم، برای اینکه یادم بمونه از کجا شروع کردم و قراره به کجا برسم. اگه دنبال رشد واقعی، دنبال کنترل، دنبال قدرتی که از سکوت به وجود میاد، این مسیر تو هم هست.